برنارد باروخ میگه که همه انسان هایی که موفق شدن سوال به میان میاد که چگونه ما زبان خارجی را ندانسته و نفهمیده. سلام تماشابینان عزیزی انگلیش کردن. امروز ما با آدمانی که در آموزش زبان انگلیسی به جای رسیدن هم صحبت می‌شویم تا که مصلحت‌های مفید آنها را بهر شما پیشکش نماییم. سلام برادری عزیز ما زلفقار جان، شما را به کانال انگلیش کده خوش آمدید میگیم و امید داریم که با ما بودن وقتی خوش دارید. لطفاً میگفتید که در آموزش زبان انگلیسی برای نوآموزان خصوصاً برای لیسنینگ آنها خوب شدن چی توصیه‌ها دارید و چی پیشنهادها؟ تشکر زیاد حبیب‌الله، تشکر برای دعوت. سلام علیکم تماشاگران محترم. امروز ما درباره اولین مهارتی که در آموزش زبان انگلیسی و یا که دلخواه زبان خارجی به‌حد مهم است صحبت خواهیم کرد و این مهارت لیسنینگ می باشد. برنارد باروخ میگه که همه انسان هایی که موفق شدند اکثر آنها از راه لیسنینگ یا که از راه شنیدن موفق شدند و سوال به میان میاد که چگونه ما زبان خارجی را ندانسته و نفهمیده میتونیم لیسنینگ آن را بهتر کنیم. جواب این است که وقتی که ما باید وقتی که زبان خارجی را می آموزیم تصور کنیم که همچون کودک هستیم که نوبت از مادر به دنیا آمدیم و وقتی که کودک از مادر به دنیا می آید محیط اطراف و شنیدن هایش او را وادار میکند تا که او گپ زند و ما هم در آموزش زبان خارجی همین طور باید اول تکیه خود را به شنیدن کنیم و هر کلمه ای که میشنویم و هر موادی را که میشنویم باید تکرار کنیم و گشته و برگشته تکرار کنیم. بهتر از آن است که ما آن را حفظ کنیم و یا بیشتر مطالعه کنیم نسبت به آن. این خوبتر است که ما آن را بیشتر شنویم. و مهارت اولین که این لیسنینگ هست، ما در این مورد میخوام به شما بگم که عصر امروزه که عصر دیجیتال و پیشرفته است و مردم نسبت به خواندن توجه به شنیدن و تماشا کردن دارند. برای بلند برداشتن مهارت لیسنینگ ما میتونیم از ویدیوها، فیلم ها، اودیو بوک ها و پادکست ها استفاده بریم. پادکست ها شکل های اودیویی هستند که به زبان های دلخواه پیشنهاد میشن، فایل های اودیویی هستند که به زبان های دلخواه پیشنهاد میشن و وقتی کوتاه و مفهومی زیاد را افاده میکنند. خب شاگردان ما بیشتر چی را تماشا کنند یا که چی را بیشتر گوش کنند تا که سطح لیسنینگ خود را تا اندازه بلند بردارند؟ تشکر، بسیار سوال خوب است. اصلا این بستگی دارد به شوق و رغبت همان شنونده یا که تماشابین که او چی ویدیو را شوق دارد. مثلا اگر به شما به ورزش شوق داشته باشید میتونید موادهایی رو تماشا کنید که به ورزش برای شما پسند است و میخواهید به همین واسطه شما میتونید همون زبانی مورد نظر را فرا گیرید، مثلا انگلیسی باشد، فرانسوی باشد، دیگر زبان. یا اگر شما میخواهید که موادهای پخت و پز یا کولیناریا رو شوق داشته باشید میتونید اون رو تماشا کنید و یا که شما میتونید که درباره اخبار و اوضاع سیاسی جهان میخواید معلومات بیشتر گیرید شما میتونید در سایت های اخباری مرور کنید و ویدیوهای آنها را تماشا کنید و از آنها با واسطه آنها زبان را یاد گیرید. و باید تذکر داد که ویدیو را یکی در مثلا در یوتیوب و دیگر شبکه‌های اخباری جهان پیشنهاد می شود، اینها ویدیوهایی هستند که با سرعت بلندی حرکت، یعنی که سرعت سپیدی آنها تیز شده است و مثلا وقتی که کودکی که نو زبان می آموزد یا که شخصی که نو زبان می آموزد و فهمیدن این ویدیوها مشکلی می‌گیرد و او باید اول سرعت ویدیو را پست گذارد و گوش کند و مثلا خوبتر است که اقلا هر روز 10 دقیقه تمرین کند. بهتر از آن است که در آخری هفته نشیند و 60 دقیقه تمرین کند برای بهتر کردن مهارت ویدیویش. و مثلا اگر ما همین ویدیو را با سرعت 65-70% گذاریم و تماشا کنیم یا که اودیو رو با سرعت 60-70 گذاشته تماشا کنیم، در مدت یک ماه سطح شنوایی ما بهتر میشد و باز همین رو میتونیم زینه به زینه بلند کنیم و رسیم تا سطح صاحب زبان. خب تشکر زیاد زلفقار جان. سوال دیگر، نقش اخبار در رشد مهارت لیسنینگ چه اهمیت دارد؟ تشکر زیاد. مردم ما میگند که از دیده بس فرق بود تا به شنیده
اخبار مثلا شبکه‌های خبری که مثلا مثال میارم به شما CNN یا که BBC یا که دیگر شبکه‌های خبری مرگی و نیوز یا که الجزیره، اینا شبکه‌های اخباری هستند که هر ساعت اخبار میدن. برتری اخبار اخبار با واسطه اخبار ما چگونه میتونیم مهارت شنوایی خود را بلند ببریم؟ برتریش در آن است که در اخبار تقریبا 200-300 کلمه هست که همه روزه تکرار میشود و این کلمه هایی که تکرار میشوند باعث میشود که در ذهن ما تیز وارد شوند و ما با اینها را تیز ترجمهش را یابیم و با واسطه این مهارت شنوایی را بلند برداریم. و فرقیت دیگرش در آن است که وقتی که اخبار به ما یگان حادثه طبیعی را یا که یگان حادثه را نقل میکند، پیشنهاد میکند، خبر میدهد، در این حالت همون شکل ویدیویی عملی اجرا شونده فوراً پیش نظر ما میاد و از همین و در روی اکران نمودار میشد و اگر مثلا چند مراتب سقوط هواپیما را نشان دهد، این باعث میشد که ما فهمیم که سقوط هواپیما چی میشود به زبان انگلیسی، یا که اگر مثلا چند مراتب برورد در ویدیو پیشنهاد کند که مثلا فلان نفر نیوز انچر، یعنی که ما میفهمیم که یعنی که مجری اخبار هست، یعنی که این باعث میشد که ما فهمیم. خب نفرانی هستند که میگویند برای لیسنینگ رو بهتر نمودن تماشای فیلم خیلی مهم است. اکنون شما بگید که همین مردم فیلم رو با سوبتیتر تماشا کنند یا که به سوبتیتر تا که مضمون فیلم رو بفهمند؟ تشکر. فیلم یکی از پدیده های زمان معاصر است که با واسطه آن میتوانیم با خارج نرفته همچون تمام نازکی های زبان این یا آن فرد جامعه رو فرا گیریم و در برابر صنعت میدیا، یعنی که وسایل اخبار عامه، این ساحه هم ترقی کرده ایستاده است و از همین سبب بسیاری فیلم ها کوشش میکنند که فیلم آفران فیلم های خود را با تیتر پیشنهاد کنند، یعنی با تیتر پیشنهاد یا که ساب تیتر یا ساب تایتل میگیرن به زبان انگلیسی پیشنهاد کردن به حد خوب است. اول ما وقتی که نو با آموزش شروع میکنیم با ساب تایتل، این باعث میشود که ما درک و فهمی بیشتر کرده باشیم از همون فیلم و ولیکن یک مینوس یا که نقطه منفی کمبودی فیلم در اون است که اگر ما بیشتر با سابتایتل یا که سابتایتل یا که با تیتر تماشا کنیم، این باعث میشود که ما در آینده لیسنینگمون خوب شد ولیکن گپ زدن نمیتونیم یا که ترجمه کردن نمیتونیم. سببش در اون میشود که ما تا نبینیم همون شنیدهمون رو ترجمه نمیکنیم و بهتر است که ما تمرکز دهیم روی آن که مجبور کنیم ذهنمون رو که تا بشنود و باز بشنود و یکی از وسایلی که بهترین است امروز برای شنیدن رو بهتر کردن فیلم رو ما کوشش کنیم که به تیتر تماشا کنیم و گرچه که امروز تیتر یکی از ساخت‌های مشهور هم در شبکه‌های اجتماعی هست که همه کوشش میکنن که ویدیوهای خود را با تیتر پیشنهاد کنن. اگر بهتر است ما به تیتر تماشا کنیم و ذهن رو مجبور کنیم تا اون رو فهمد و کوشش کنیم که بغیر از فیلم ها ما اودیو بوک ها رو تماشا کنیم، گوش کنیم و بیشتر برنامه‌های رادیویی، مثلا من توصیه میدم برنامه‌های رادیویی BBC و برنامه‌های که با طریق پادکست پیشنهاد میکنند و از هم زبان خوب دارند و فصیح دارند تماشا کنند تا که سطح زبانیشان بهتر شود. تشکر زیاد. آموزندگان زبان انگلیسی هر روز چند دقیقه فیلم تماشا کنند و کدام نمودی فیلم را انتخاب کنند؟ در مسئله تماشای فیلم فکر من در آن است که مثلا اگر کودک باشد بهتر است که مدفیلم ها را تماشا کند، زیرا که زبان آنها ساده و حرکت‌هایش بیشتر فهم‌ها هستند. ولیکن در مسئله تماشا کردن چند دقیقه این بستگی دارد به وقت ساعتی همون آموزنده. مثلا اگر برای یک مهارت را تکرار کردن حداقل از 10 تا 30 دقیقه تماشا کند این کافی است و یا که یک مهارت را تکرار کند کافی است. برتری مهارت لیسنینگ در آن است که شما میتوانید هم در هنگام حرکت در راه، هنگامی مثلا اگر شما راننده باشید هنگامی ماشین راندن، هر جایی که رفته ایستاده باشید یا که هنگام ورزش کردن میتونید این مهارت را تکرار کنید و میتونید مثلا فیلم تماشا کند، میتواند 10 دقیقه فیلم تماشا کند یا که 30 دقیقه فیلم تماشا کند. اکثر فیلم ها از 30 تا 40 دقیقه محدودیت دارند و کوشش کند که گشته و برگشته آنها را تماشا کند
و عباره هایشون رو گشته و برگشته تماشا و تکرار کند تا که در ذهنش جایگیر شوند و تواند که در قالب همان شنیدهش جمله سازد. تشکری زیاد. خب اینک تماشابینان عزیز برنامه ما اینجا با پایان میرسد. امیدوارم که مصلحت‌های اکای ذوالفقار به حد برای شما مفید بود. امیدوارم که از اینها با خود یک بهره میگیرید. تا ویدیو آینده خداحافظ.